مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام. امروز براتون اخبار فوق سری، فوق محرمانه و فوق لاکچری شخمی داریم. یعنی بزن دست قشنگه رو که شله. ماشاءالله. یه مقدار بیشتر بعد از افشای کارت ملی ما با روی فشن از روی خبر میخونن. پاسپورت، آیدی کارت هلند، کارت پناهندگی جعلی ترکیه UN، کارت بسیج و پاسپورت دومینیکا و ویزای افریقا، پاسپورت آلمانی هم جعل شد. یعنی کرکوپر و پشم همه افراد رسانه پشت پرده ریخت. حالا یه نکته داره برای اینکه حالا بگم اینا فتوشاپه یا اینا، اصلا بحث ما اینا نیست. بحث ما اینه که چقدر بیکارن. خب برمی‌دارن فتوشاپ میکنن. بعد منم که الان گفتم فتوشاپه، خدای نکرده فردا ناراحت نشید. برای اینکه یکم ذهنتون از اون حالت آکبند باز بشه، خب این پاسپورت فتوشاپی این پاسپورت ایران من، فقط به محل تولد دقت بکنید. حالا درسته ما میایم اینجا میگیم بچه اهوازی، ولی من بندر امام خمینی به دنیا آمدم، برای اولین بار اینجا میگم. نگاه کنید این پاس. حالا ناراحت میشم، اینجام شناسنامه‌مو گذاشتم، محل تولد زده بندر امام خمینی، در مجموع جنوب میشه و دم همه بچه‌های جنوب گرم. بزن کف قشنگه رو کابلشون بعد یه نکته بگم خیلی باحاله. شما که میاد فتوشاپ میکنید ورمیدارید مثلا عکس از فیسبوک من ورمیدارید میذارید روی این کارت شناسایی، نمیگید مثلا من میرم یه مقایسه میکنم، یه ویدیو اینطوری درست میکنم زایتون میکنم، یا میاد روی ویدیوهای من عکس میگیرید میذارید توی مدارک شناسایی، نمیگید من میرم یه سرچی میکنم متوجه میشم از کدوم عکس بود. حالا اینا هیچی. ورداشتن کارت ملی هوشمند برای من منتشر کردن با موی فشن. اما من که کارت ملی هوشمند ندارم، این کارت ملی منه. از اطلاعتون حالا گفتم، ولی خب همه چیزاشو شطرنجی کردم که خدای نکرده دوستان جهلکار امام انقلابشون به خطر نیفته. اینم نکته بعدی. حالا منتظرم که روزهای آینده یه کارت بیاد بیرون. کارت بسیج صادر کردن. نگاه کن این کارت بسیج اصلا، یعنی من هیچی نگم بهتون بهتره دیگه. یعنی اون عمامه بالاشو نکردن فتوشاپشو بردارن. مثلا ناراحت میشم، آخوند بودیم ما خودمون خبر نداشتیم. حالا این چی؟ انقدر این اخبار فوق محرمانه، فوق لاکچری، فوق شخمی رو منتشر کردم، پدر من از ارث محروم کرده. حالا چرا محروم کرده؟ چند وقت پیش یکی از این آدمای خارج از کشور اومد گفتش که پول نفت ایران، توجه کنید، پول نفت ایران، اونایی که کاظم ما پیوستن شاید اینو ندیده باشن، میذارم دوباره ببینید. گفتم پول نفت ایران از طریق کانال یوتیوبی رسانه پشت پرده جابجا میشه. میدونم باور میکنید، اصلا ناراحت میشم باور نکنید. ببینید این ویدیو رو. بدونن درباره کی داریم صحبت میکنیم. فردی به اسم امین فردین و به نظر میاد این بیشتر از یک یوتیوب لایو، یک برنامه تلویزیون یوتیوبی مثلا، میلیاردها دلار پول نفت ایران توسط همین شبکه داشته جابجا میشده. خدا بس دیگه. بعد از اون بابام به من گفتش که پسرم تو از ارث محرومی. گفتم ای بابا برای چی؟ گفتش که پول نفت ایران از طریق کانال یوتیوبی تو داره جابجا میشه، تو وضعیت از ما بهتره، تو الان تازه اومدی پولی هم دست ما بدی. یعنی ببین اینا چقدر لحاظ عقلی دایورتن. ما آخر نفهمیدیم با این کانالمون پول نفت جابجا میکنیم، با دستگاه اطلاعاتی ایران در ارتباطیم، با دستگاه اطلاعاتی آلمان در ارتباطیم. بعد ما اگر با ایران کار میکنیم چرا پناهنده ایم؟ خواهشاً اگر پناهنده آلمانیم چرا کارت شناسایی ترکیه داریم؟ اگر کارت شناسایی ترکیه داریم چرا ویزای افریقا و نمیدونم پاسپورت دومینیکا همچین چیزا اصلا نشیده بودم چه چیزی داریم؟ خواهشاً چیزی که ربط پیدا بکنه. اصلا این خبر فوق محرمانه یکی از این رسانه‌ها رو براتون میخونم. یعنی ببینید که اینا چقدر شوتن، میشینن پای منقل ایده پردازی میکنن. بعد الان اسم خودشون هم گذاشتن رسانه آزاد. خبر براتون میخونم ببینید. در وحشت جمهوری اسلامی از شهرآورد تهران و هراس از خشم مردم همین بس که هر ساله در بامداد اول مهر ساعت رسمی کشور 1 ساعت تغییر پیدا میکرد. اما امسال برای نخستین بار در 31 شهریور ماه این ساعت را تغییر دادند و این یعنی که مسابقه ساعت 3 برگزار می شود، نه 4. هیچ کجا هم خبررسانی نکردند. کدام حکومت در جهان این مقدار با مردم خود مکر و حیله دارد؟ یعنی فرسنگ ها جفنگ و جابجا کردین. جفنگ نیوز. یه نکته بگم، اصلا ساعت رو به جای 1 ساعت 5 ساعت بکشن عقب، 6 ساعت بکشن جلو،
بگن ساعت 4 برگزار میشه بازی، ساعت 4 برگزار میشه. 4 ساعت هم به عقب اون ساعت هست، شما میشینی پای منقل نمیبینیش، اون ساعت هم رسید به 4 بازی آغاز میشه. ببینید وقتی که شما رسالت خبرنگاری رو با حب و بغض شخصیت قاطی بکنی، هیچ وقت نمیتونی واقعیت ها رو به مردم بگی. درسته ما هم در رسانه پشت پرده ممکنه با بعضی از سیاست ها، با بعضی از موضوعات اختلاف نظر داشته باشیم، اما هیچ وقت نمیام حب و بغض های شخصی خودمون رو با واقعیت هایی که وجود داره قاطی بکنیم و چرت و پرت دست مردم بدیم. برای همینه که 40 ساله این رسانه‌های خارج از کشور، خیلی رک بگم، هیچ غلطی نتونستن برای مردم بکنن. چرا؟ چون هیچ وقت سعی نکردن که سواد رسانه مردم رو بالا ببرن. مگه اعتقاد ندارید به دموکراسی؟ مگه شما رسانه‌ها اعتقاد ندارید که آخوندا دیکتاتورن شما خوبید؟ آقا میگید دموکراسیه، اوکی، سواد مردم رو ببر بالا، سواد رسانه مردم رو ببر بالا، به مردم شما یه رسانه قدرت انتخاب بده، یادش بده، به جای اینکه ماهی بدی دستش ماهیگیری دستش بده، بهش بگو که آقا این سواد رسانه ای، این علمه، حالا خودت برو انتخاب بکن که کدوم خبر از کدوم رسانه درسته. همه رسانه فکر میکنن فقط خودشون درست میگن، ولی تفاوت امثال این جفنگ نیوزیا با رسانه پشت پرده میدونید چیه؟ اینه که وقتی من میرم تو خیابون، وقتی میرم توی دیسکو، وقتی میرم توی محلی میشینم، طرفدارای پهلویش به ما سلام میکنن، طرفدارای رجبیش به ما سلام میکنن، طرفدارای جمهوری اسلامیش هم به ما سلام میکنن، همه احترام میذارن، به خاطر اینکه ما تو رسانه خودمون برامون فرقی نمیکنه طرف از چه جریانه و چه گروهیه. سعی میکنیم که واقعیت ها رو به مردم بگیم. اصل رسانه هم یعنی بی‌طرف بودنش، نه اینکه ورتن به حب و بغض شخصی هر چرت و پرتیو که میخوایم به خورد مردم بدیم. امثال شما نشستید تو خونتون، یه کامپیوتر گذاشتید جلوتون، هر چرت و پرتی که دلتون میخواد میگید. جرأت دارید برید تو خیابون با مردم روبرو بشید؟ من آزادانه تمام این دوستانی که توی آلمان دارم میشناسن منو، تو خیابونم احترام میذارن، سلام میکنن، بعضیشون با ما عکس میگیرن، لطف دارن، محبت دارن، سوال میپرسن. حتی اون کسایی هم که منتقدن به کار ما خیلی راحت میان انتقادشون رو به ما میگن و ما هم اگه درست باشه میپذیریم و درست نباشه توضیحات رو بهشون میدیم. این یعنی یک رسانه درست. ولی ما هیچ وقت ادعا نمیکنیم، نمیگیم آقا ما اپوزیسیونی، ما نمیدونم فلانی، ما لیدریم، ما جو گرفتتمون حالا یه تعداد دنبال کننده داریم، جو گرفتتمون بریم برای خودمون یه حرکتی بزنیم. نه عزیز من، ما از روز اول رسانه بودیم و رسانه باقی خواهیم موند. آخوندا باشن یا هر شخص دیگه‌ای که میخواد باشه، اینا برن یکی دیگه بیاد، برای ما فرقی نمیکنه. وظیفه رسانه ما فقط اطلاع رسانی و انتشار اخبار، بعضی وقتا با طعم محرمانه، بعضی وقتا هم تحلیل و آنالیز اخبار برای مردم، نه بیشتر نه کمتر. حالا خودتون رو صبح تا شب جر بدید، بذارید کنار، پاسپورت منتشر کنید، کارت بسیج منتشر بکنید، نمیدونم ویزا منتشر بکنید، هر چی دوست دارید منتشر بکنید، تمام زورتون همینه. من موندم شما رسانه‌های اینوری که بعضیاتون این اخبار رو منتشر میکنید با دستگاه اطلاعاتی سرویس غربی در ارتباطی، چرا نتونستید هیچ سندی از ما پیدا بکنید؟ یا اون کسایی که توی سری کشورهای دیگه، حالا اسم نمیارم، خودتون رو کشتید با اسناد فتوشاپی. یعنی خاک بر سر شمایی که ادعای اخبار محرمانه‌تون میشه و اخبار از بیت دارید. ولی میخواستم که یه مقداری که این اخبار داشتید منتشر میکردید بیشتر کشش بدم و میخواستم اذیتتون بکنم، بگم واو چه خبرایی، دلم نیامد، چون واقعا مخاطبا میخواستن که ما توضیح بدیم راجع به این موضوعات و این جفنگیداتی که هست. ما اومدیم توضیحاتمون رو دادیم، البته چی مثلا کجا میخواید برسید. این همه ما ویدیو درست کردیم، سبکای خبرنگاری رو نشون دادیم، اینقدر سواد رسانه مردم بردیم بالا. میخواید اینقدر فعالیت بکنید، برید 4 تا چیز آموزشی به مردم یاد بدید، نشینید فتوشاپ بکنید، وقت خودتون رو مردم رو هدر بدید. هرچند میدونم که این 4-5 دقیقه که من صحبت کردم زیاد به بار علمی مردم اضافه نمیکرد. حالا یه چند تا نکته آموزشی هم به مردم یاد میدم که به حال یه مقدار سواد رسانه‌ایشون بالا بره. مثلا میخوان تخریب رسانه‌ای بکنن یه شخصی رو، یه شخصی میاد از من سوال میپرسه که آقا به نظر شما مثلا سرمایه گذاری کردن تو ارز دیجیتال خوبه؟ تو چت برای من تا آیدی من میفرسته که همه داره. من میگم نمیدونم. بعد یه شخص دیگه میاد به من میگه که شما به نظرتون سرمایه گذاری کردن مثلا توی ارز و سکه تو شرایط فعلی خوب هست یا نیست؟ من میگم مثلا خوبه. بعد یه شخص دیگه میاد میگه که آقا یه سوال دارم، شما که اینقدر اطلاعات عمومیتون خوبه، به نظر شما محمد رضا پهلوی یا خانواده پهلوی
خوبن یا بدن، اینو میفرسته. بعد من میگم که نمیدونم. بعد ور میدارن مثلا 6 نفر چت میکنن با من، مثلا من جوابایی که میگم آره میدونم، نمیدونم، بلدم، بلد نیستم. بعضی وقتا مثلا یه سوالو میپرسم، علامت سوالش رو مثلا تو تکست بعدی میذارم. بعد اینا ور میدونن آیدیای منو فوروارد میکنن، میگن که با فتوشاپ اول عکس میگیرن، بعد اینا رو جعل میکنن، میگن آره اینو برای این جواب داده، اینو برای این جواب داده. حواستون باشه بعضی وقتا اگر رفتید توی دادگاه یا جایی، اگر یه شخصی برای شما همچین ویدیویی درست کرد، بگید که آقا برید اصل چت رو بیارید، با این فورواردها چیزی ثابت نمیشه، این یک کلکه. نکته دوم، حملات سایبری فالووریه. اینم خیلی نکته جالبیه، گفتم اینم بهتون آموزش بدم، خیلی به درتون خیلی. از این رسانه‌ها جفنگ اصلا نمیدونن اینا چیه، الان ما بیا آموزش بدیم میگن چه چیز باحالی گفت، باورتون نمیشه. مثلا اینا مثلا یه چیزایی به یه چیزایی ربط میدن، اصلا کرکوپر آدم میریزه. حملات سایبری فالووری یعنی چی؟ حالا اسمش رو گذاشتن حملات سایبری فالووری، که خیلی از دستگاه امنیت اطلاعاتی از این روش استفاده میکنن. مثلا میان روی کانال تلگرامی ممبر تزریق میکنن، یا روی پیج اینستاگرامی فالوور تزریق میکنن، یا مثلا توی پیج یوتیوبی میان سابسکرایب تزریق میکنن به یک تعداد خاص. مثلا من بررسی میکنم اون کانال چقدر فالوور داره، چقدر ممبر داره، چقدر سابسکرایب داره و به میزان اون فالوور تزریق میکنن. مثلا شما اگر 10,000 تا فالوور داشته باشید، میان 20,000 تا فالوور تزریق میکنن. بعد شما داری یک موضوعی رو توی پیج خودت منتشر میکنی که اون موضوع برای اون افرادی که در اون دولتی که شما درونش زندگی کردید مفیده. مثلا دارید سینه میزنید برای رئیس جمهور، برای نماینده مجلس، برای چارچوب‌های سیاسی اون نظام و بر اساس چارچوب‌های اون نظام دارید پست منتشر میکنید. اینا میان برای شما فالوور تزریق میکنن. بعد شما میگید چقدر خوبه، من دارم فلان چیزو صحبت میکنم، داره فالوورام میره بالا. بعد همینجوری که میرید بالا، اگه یه زمانی خط قرمز رو رعایت نکنید یا بر اساس سیاست‌های اون کشور، اون منطقه‌ای که زندگی میکنید صحبت نکنید، اینا یه پست منتشر میکنید، نصف فالوورایی که تزریق کردن رو میریزن، چون همش بر اساس برنامه‌ریزی هستش و خودشون میدونن که چجوری تزریق بکنن و چجوری بگیرن. اتاقهای فرمان بزرگی هم در تمام دنیا برای اینها طراحی شده، همه جای دنیا هم هست. دوباره شما اگه از اون پست منتشر بکنید، دوباره فالووراتون میریزن. بعد شما میگید با من راجع به پست صحبت کردم، دارم حقیقت رو میگم، دارم راستش رو میگم، ولی چرا فالوورام ریخته؟ اینا از این روش استفاده میکنن که هیجان رو از شما بگیرن. به همین راحتی بهش میگن حملات فالووری. در صورت حالا اون تیکه اولش فقط یه سری توضیحات بود، هیچ بار علمی براتون نداشتیم. تیکه دومش هم سعی کردیم یه مقداری بار علمی ویدیو رو بالا ببریم، برای داری سواد رسانه مردم بالا ببریم که وظیفه رسانه هستش که سواد رسانه مردم بالا ببرن. ممنون که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو اشتراک بذارید و برای ما کامنت بذارید. ممنونم از شما.